حس سوال بازی کردن تو همچین نقشی برای سن من که تقریبا حالا 22 سالم بود، 5 سال گذشته، خیلی برای من شیرین بود و تقریبا میتونم بگم همش یه خاطره است. یعنی پلان به پلان، فریم به فرمش به من یه خاطره است و برای من یه چیزی شبیه یک کار نیست، برای من شبیه یک رویاست. هر کس چیزی رو در حضرت سریال حضرت یوسف پیدا کرده بود که به اون عشق می‌ورزید و دوست داشت و بیشتر از همه شاید همون حکایت قرآنی بودنش بود که مردم بهش عشق می‌ورزیدن. این سریال از افتخارات منه. این سریال اگر من هیچ کاری دیگه هم نکنم، این سریال برای من تا ابد موندگاره. خدا رو شکر میکنم که برای اولین کارم توی همچین پروژه‌ای با همچین اکیپ حرفه‌ای، با همچین تیم حرفه‌ای کار کردم و تجربه بسیار خوبی بود برای من. به خاطر اون رسالتی که داشتن که حضرت یوسف پیامبر علیه السلام بدرخشد و ماندگار شود، ما به رسالت خودمون در پرداخت شخصیت منفی ادای دین می‌کردیم. کارهای تاریخی برای خود من جذابیت خیلی زیادی داره، به لحاظ اینکه دور از زندگی حاله و آدم تو عصری زندگی میکنه که شاید هیچ کدوم از ما تجربه نکردیم، به لحاظ نوع اعتقادات و نوع گویش، لباس پوشیدن، نوع گیریم و همه چی متفاوت هست و حالا جدا از داستانهای خب جذابی که داره، تجربه کردن اینجور چیزا هم برای بازیگر میتونه خیلی جذاب و دوست داشتنی باشه. این نقش فراز و فرود بسیار داشت و یکی از جذابیتاش برای من به عنوان بازیگر همین فراز و فرودها بود و در واقع من با این فراز و فرودها زندگی‌های متعددی رو تونستم با زلیخا داشته باشم. مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبر علیه السلام پس از 4 سال تحقیق و نگارش فیلمنامه و 3 سال فیلم برداری در 45 قسمت تهیه و پخش شد. قاسمی، خبرنگار شبکه خبر.